خوکی را به حمام ببرید. همین که کارتان تمام شود دوباره خودش را در گل می اندازد. نه از سر لجاجت، بلکه چون طبیعتش همین است. قورباغه عقرب را از رودخانه عبور می دهد، اما عقرب باز هم نیش می زند. حقیقت ساده است. هرگز نمی توان نادانی را با انبوهی از واقعیت‌ها قانع کرد. اگر ذهنی بر پایه ابتذال و سطحی نگری بنا شده باشد، هر نوری را که سایه‌های محبوبش را تهدید کند پس می‌زند. جهل فقط فقدان دانایی نیست. بسیاری از وقتها انتخاب آسودگی است. افلاطون هشدار داده بود که بسیاری سایه‌های غار را ترجیح می‌دهند، چرا که نور چشم‌هایشان را می‌آزارد. و به همین دلیل است که برخی را هرگز نمی‌توان بیدار کرد. نه چون تو شکست خورده‌ای، بلکه چون آنان گل و سایه را بر شفافیت برگزیدند. و آنگاه که این انتخاب شکل گرفت، هیچ استدلال، هیچ مدرک و هیچ حقیقتی نخواهد توانست آنان را بیرون بکشد. پس نیروی خود را هدر نده برای قانع کردن کسانی که برماندن در تاریکی سرمایه گذاری کردند.